آقا شما ماهی فروشی؟ بله. خدمتتون عرض کنم شما که ماهی فروشی به ما که تلال محشری کردن یعنی چه؟ این تلال محشری کرده، این تلال عرض بگم چی بگم برا؟ چی برا چی؟ دیوارو یاد کرده حالا. تو چطور ماهی فروشی که نفهمی تلال محشرش کن یعنی چه؟ تلال محشری کرده. این از اول بازار تا آخر بازار به ما شو پهلو مجید آشوری اطلاعاتش زیاده. اطلاع زیاده درسته حالا بالاخره چی ما آقا این که اگه سنگ سر دم شو کردن یعنی چه؟ این سنگ سر دم شو کرد این عرض تو این زندان این عرض دم شو کرد روح اینی بگم. خدمت عرض بکنم که شما که ماهی فروشی چطوره که این ماهیان داخل بازار ماهی فروشی بوی خوبی نیده ولی وقتی برای خونه درست کنن خوشمزه بود بوی خوبی یاده عطر خوبی شه این بازار عقد بگم چه حالا ماهی همه طور ماهی هست عقد که بوی داده عقد بگم اون ماهی عقد چه بگم حالا یه ماهی هر عقد ماهی چی بگم عقد آجقال ماهی هست عقد بگم بخاطر آجقال ماهی هم مونده هست اونجا ماهی نه هاتی بازار تازه بگم حالا بیرون عقد بگم بیرون ماهی هم تازه نو بگم بیرون دست دوم بگم اون عقد چه بگم عقد همه از تو چی اوگوی خب یه چیزی به ما اوگو حالا تو ایوگو که خدمتت عرض کنم چطوره که این خانمان بلد نیست ماهی پاک کنن ولی بلد ماهی درست کنن یعنی بالاخره خانم خونن دیگه اون علاقه زن بندره بالاخره باید بلد باشه دیگه زن بندری باید بلد و ماهی پاک کن ماهی هم بلد پاک بکن بشه بلد پاک بکنه خدمت عرض کنم این که اگه ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازن یعنی چه وقتی ماهی که تازه دیگه بگه تازه دیگه چه بگم والا تازه دیگه ماهی تازه هر ماهی دونشو بکنه دیگه ماهی را زندان دونشو بکنه بالاخره چه بگم خلاصه که جواب درستی به ما ندوا بچه من جواب درست نداده نه آقا ممنون متشکرم خواهش تشکر سپاسگزارم خداحافظ خدا به سلام دوم خود کنه نه